95% توده‌های تیروئید خوشخیم هستند و اغلب نیازی به جراحی ندارند. تیروئید یکی از غدد درونریز بسیار مهم و مؤثر و سوخت و ساز و عملکرد دستگاه‌های مختلف بدن انسانه که بیماری‌های اون مثل کمکاری یا پرکاری و نودول‌های تیروئید شیوع بالایی در بین انسان‌ها به خصوص شهرنشین‌ها پیدا کردن. خانم صادقی به همایشی رفته که شرکت کنندگان کاربرد درمان‌های غیر جراحی گره‌های تیروئید رو به بحث گذاشتن. اینجا بیمارستان گلستان نیروی دریایی ارتش است. جمعی از متخصصان رشته‌های مختلف پزشکی مرتبط با تیروئید گرد هم آمدند تا تازه‌ترین پیشرفت‌های تصویربرداری و مداخله درمان گره‌های تیروئید را با هم به اشتراک بگذارند. این شونه 52 ساله مرده که تیجی بسیار بالا داره، مبتذی داره، مشخصا ریش هم دیفیوز هم پچیدن. متخصصان این بیمارستان بدون جراحی موفق به حذف گره‌های تیروئید شدند. آخرین پیشرفت‌های تصویربرداری در این زمینه رو ما اینجا با همکاری متخصصان رادیولوژی داریم بررسی می‌کنیم. مشکلی که با این گره‌های تیروئید داریم اون درصدی از بیماران هستن که تشخیص سرطان یا بدخیمی براشون ایجاد میشه. البته این درصد خیلی کمه. به گفته متخصصان این همایش 5% خانم‌ها و 1% آقایان ممکن است توده‌هایی در گردن داشته باشند که مربوط به تیروئید و قابل لمس باشد. عروق‌خونی توده از بین رفته، واسکولاریتش کم شده. بومی‌سازی روش‌های نوین علمی در درمان بیماری‌های تیروئید از جمله اهداف متخصصان این رشته است. نودولا خیلیشون خوشخیم است و نیاز به اقدامات اضافی و هزینه‌های بیمورد ندارن و نگرانشون بیخود هستش. بعضیاشون که نگرانی هستش و جدی هستش اونا باید بیشتر بررسی بشن. بیشتر محور این کنگره روی این خط باریک هست که کدوما رو ما کار داشته باشیم و کدوما رو بهشون کار نداشته باشیم و خیال مریضا رو راحتش کنیم. پژوهشگران معتقدند علت اصلی گره‌های بدخیم تیروئید ژنتیک است که درصد کمی از بیماری‌های تیروئید را تشکیل می‌دهد. صادقی، خبرگزاری صدا و سیما. برای اطلاع از جدیدترین روش‌های درمانی گره‌های تیروئید به ویژه روش‌های غیر جراحی میزبان آقای دکتر ابراهیمی هستیم. خیلی خوش آمدید آقای دکتر. خبر بیست. خدمت شما و بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. ممنونم. در خدمتتون هستم. ممنونم. آقای دکتر به هر حال یه عدد آماری داریم که من هم ازش مطلعم، البته فکر کنم خانم صادقی تو گذاشت منظورشون به موارد بدخیم بود، اینکه از هر 3 نفر 1 نفر یه گره تیروئید ممکنه داشته باشه و اکثرا هم نمیدونن که دارن و به طور اتفاقی خودش ممکنه در این معاینه پزشکی یا دوستش فامیلی کسی متوجه این در واقع گره و توده خیلی صاف و جمع و جور در تیروئیدش بشه. واقعا این گره چی هست و یا میتونه ارتباطی با عملکرد تیروئید داشته باشه؟ گره یا نودول یا توده تیروئید یه سری برجستگی هستش در داخل غده تیروئید که خوشبختانه اکثرا خوشخیمه. ما از هر 3 یا 4 نفر که تو اجتماع اگر بیان بررسی بکنن 1 نفرشون ممکنه مبتلا به نودول تیروئید باشه. پس شیوعش خیلی زیاده و خوشبختانه همونطور که شما هم گفتید اکثرا خوشخیمن. یعنی چقدر مثلا میتونیم بگیم هم 95% بین 85 تا 90% گره‌های تیروئید خوشخیمن و ما معمولا به اینا کاری نداریم مگر که باعث ایجاد علامت بشن. مثلا چی مثلا توده‌های خوشخیم هم ممکنه بزرگ بشن، اثر فشاری رو راه هوایی، روی بل، رو ظاهر بیمار، رو صداش ایجاد کنن که نیاز به درمان هستش. که البته باز درصد اینایی که علامت دارن میشن کمن. با توجه به شیوع خیلی زیاد این غده تیروئید ما توی این کنفرانس از همه گروه‌هایی که مرتبط با گره تیروئید هستن مثل جراح، پاتولوژی، رادیولوژی، طب هستی و همکاران غدد دعوت کردیم که بیان نقطه نظراتشون رو در مورد این موضوع مشخص حول این محور صحبت کنیم که آخرین دستاوردها و روش‌های درمانی تو این مورد خاص به یک نظر مشترک برسید، همه با هم دیگه به یک نتیجه در بله. که این از مشخصات این کنگره بود که همه گروه‌های دخیل تو این داستان نودول تیروئید دعوت شدن و اساتید مختلف از دانشگاه داخل مثلا داخلی‌ها هستن، قدرتی‌ها، جراح‌ها خدمتتون بله گروه‌های مختلف که این برآیند این نتیجه این کنگره اینه که اون روشی که بهتر و به صلاح بیمار هستش برای بیمار ارائه شد و البته این هنوز اول راه، در ادامه ان شاءالله
ما بتونیم بیشتر ان شاء الله. آقای دکتر حالا مثلا من یکی از اون 3 نفر یا 4 نفر اتفاقی متوجه میشم که یک گرهی در تیرویدم هست، یک یا چند تا متعدد، حالا باید چه کار بکنم؟ این چه درمانی داره؟ باید مراجعه کنم؟ هیچ علامتی هم مثلا برام ایجاد نکردش مشکلی هم؟ فقط میگم خیلی وقتا اتفاقی هم متوجه میشیم که گره تیروید داریم. شما اولین اقدام اینه که به پزشک معالج حالا همکار غدد معرفی میشید و یه ارزیابی اولی که معمولا یه سونوگرافی هستش که در مورد شکل این غده اظهار نظر میشه که اکثرا همونطور گفتم خوشخیمه و اگر علامت ایجاد نکرده باشه و توی سونوگرافی نمای تیپیک داشته باشه نیازی به هیچ اقدامی نیست و شما باید خاطرتون جمع باشه و با این موضوع کنار بیاین. ولی حتما باید اسکرینینگ و غربالگری بشه که اون موارد خاصی که ممکنه برای بیمار این مسئله ایجاد کرده باشه اونا جدا بشه و راهکارهای درمانی خودش داشته باشه. حالا اگه بخوان درمانش بکنن در واقع مشکلی ایجاد کرده باشه اون موقع چه درمان‌های و درمان‌های نوین رو میخوام برام بگن؟ بله. همونطور که عرض کردم یه عده از بیمارا هستن که متاسفانه ممکنه بدخیم باشه و گسترده باشه به جای دیگه سرایت کرده باشه. اینا دیگه قطعاً تو حیطه جراحی هست و وقتشون واسه درمان‌های جایگزین آلترناتیو هدر ندن. ولی یه از بیماران که نودولای خوشخیم درصد بیشتری هستن اینا میتونن در شرایط خاص کاندید مناسبی درمان‌های جدید باشن که اتفاقاً این درمان‌های جدید یه چند سالی هست که تو کشور خودمون هم مثل بقیه دنیا شروع شده. توی همین کنگره هم نتایجش و روش‌های این درمانی جدید معرفی شد به همکارای مختلف تا به یک اون گایدلاین یا اون راهکار مشخصی که متناسب با نیازهای کشور هست و بومی‌سازی باشه بتونیم برسیم ان شاءالله. و از امواج درش استفاده میشه در این روش؟ معمولا تو این روش‌های جدید با ابزارهای تصویربرداری میاد اون بافت مبتلا، اون بافتی که تو تیروید دچار مشکل شده گره ایجاد کرده به طریق با هدایت امواج سونوگرافی ابزارهای خاص اونجا هدایت میشن دیگه. برش پوستی روی گردن نیست و معمولا به طور سرپایی انجام میشه که البته هم تو عرض کردم همه کاندید مناسب این کار نیستن، باید قبلش بررسی بشه. خیلی متشکرم آقای دکتر ابراهیمی از حضور شما در خبر 20 تشکر میکنم. انشالله بشه که از این روش‌های جدیدتر بیشتر بیماران ما بهره ما هم همین امید داریم که بتونیم مراکز مختلف و همکارای مختلف رو بتونیم تو این زمینه تربیت کنیم که بتونیم این روش‌های جدید رو بیشتر گسترشش بدیم. خیلی ممنونم. قربان شما. از شما خداحافظی می‌کنم. گفتگوی بود با آقای دکتر ابراهیمی فوق تخصص رادیولوژی مداخله‌ای درباره درمان‌های جدید تیروئید. خبرهای 20 رو